تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ تقدیم شما می‌کنیم. درود. در برنامه امروز این موضوع‌ها را داریم. بر اثر سقوط هواپیمای بارکش ترکیه در نزدیکی‌های پایتخت قرقیزستان 10 نفر به هلاکت رسیدند. دیپلمات آمریکایی باور دارد که فیلم‌های درباره تاجیکستان و تاجیکان گرفته او به همدیگر فهمی میان دو کشور کمک خواهد کرد. وقتی که شما در کشوری دیگر زندگی میکنید باید از آن فرهنگ، از آن مردم، از آن غذا حلاوت برید. و پلیس آمریکا زن آدم را برای بعد 18 سال بازداشت نموده طفل جبر دیده را با والدان بیولوژیش آشنا کرد. دعا کنید، مبارزه ورید. این حال به سر من آمد، به سر دیگران هم میتواند بیاید. بر اثر سقوط یک هواپیمای باربری شرکت ترکی در اطراف فرودگاه بین‌المللی بیشکک پایتخت قرقیزستان بیش از 37 نفر از جمله کودکان جان باختند. مقامات قرقیز گفتند هواپیمای نو بوینگ 747 صبح 16 ینور چند کیلومتر دورتر از فرودگاه مناس در منطقه دچسویی ناحیه سوکولوکسی ولایت چوی سرازیر شد. به قول مقامات قرقیز این هواپیما از هنگ کنگ به طرف استانبول میرفت و میخواست در فرودگاه بین‌المللی مناس سوزشواری بگیرد. هنوز سبب‌های سقوط معلوم نیست، اما بنابر تومن قفز در منطقه دیدن بسیار محدود و مشکل بوده است. طبق گزارش‌ها از هیئت پرواز تنها یک نفر زنده مانده است. در پی این صدمه فرودگاه بین‌المللی مناس به طور موقتی بسته شده است. قرقیزستان با یاد قربانیان این صدمه 17 ینور را روز ماتم ملی اعلان کرد. مقامات تاجیکستان میگویند که روسیه شرطنامه پیشنهادی برای دادن نفقه به مهاجران را قبول نکرد و برای تکمیل برگردانده است. در این باره ضمن نشست خبری نزاکت آدینه زاده معاون اول رئیس آژانسی سقراط اجتماعی و نفقه روز 16 ینور اطلاع داد. جانب مسکو گفته است بندهای این شرطنامه با قانون‌های روسیه مخالفت دارند و باید اصلاح شوند. سازشنامه مذکور با نفقه تامین کردن 500,000 مهاجر تاجیک را در روسیه در نظر داشت. طرح سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز در ماه آگوست سال گذشته نهایی شده بود. مسئله پرداخت نفقه به مهاجران تاجیک در حال مطرح می‌گردد که شماره آنها در روسیه بیش از 1 میلیون نفر تخمین می‌شود و آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. برنامه را ادامه میدیم. جف رایدناور مسئول بخش اطلاعات سفارت آمریکا در دوشنبه در چند ماه اخیر به تهیه نوارهای ویدیویی پرداخته است که فرهنگ تاجیکان را تبلیغ میکند. خورشید همدم میگوید جف رایدناور تا حد به فرهنگ و سنت تاجیکی توجه دارد که حتی در خانه‌اش دسترخوان تاجیکانه میآورد و روی کورپچه میشیند. جناب جف، خیلی تشکر میکنم از دعوتی که شما پذیرفتید و ما را خیلی تاجیکانه قبول کرده و این فرهنگ و سنت را میگفتید که واقعا به خاطر تشریف ما است یا اینکه همینطور رایج است در منزل شما، خانه شما؟ خوب، فقط به خاطر شما نیست، چون که هر سحر من با اویلم در اینجا میشینیم و اینجا بسیار مناسب و فکر من فرهنگ تاجیکستان را خیلی دوست می‌دارم و این کم و بیش از این عادت کردم. خب، اما جناب جف، نخستین بار در چنین دسترخوان، در اطراف چنین دسترخوان نشستن و این گونه فرهنگ و سنت را در کجا دیده بودید؟ لیکن من هم در هندوستان 4 سال زندگی کردم و همیشه در فرش ما شینیستیم. از این عادت کردم، لیکن کورپچه ها و این نمودی غذا و فرهنگ تاجیکستان را پیش از آن نمیدانستم چی خیلی بود. اما خانواده، خانم شما، فرزندان شما این فرهنگ را چگونه قبول کردند؟ آیا در آغاز مشکلی نداشت برایشان؟ با فکرم ترک عادت امر محال و درست آن است که فرزندانم یک عادتی فرهنگ امریکا و همسرم از این فرهنگ عادت کرد، لیکن ما خوشبختانه در بسیار کشورهای گوناگون زندگی کردیم و ما اعتراف میکنیم که خیلی مهم که وقتی که شما در کشوری دیگر زندگی میکنید باید از آن فرهنگ، از آن مردم، از آن غذا حلاوت برید. برای همین کوشش میکنیم با طرز چکور و عمیق این فرهنگ را آموزیم. و
جناب جیف بیاید اکنون درباره اون لایحه تهیه رولیک ها یا نوارهای ویدیویی از فرهنگ تاجیکستان صحبت کنیم که اصلا این ایده چگونه راه اندازی شد و به سر شما آمد. سوال شما یک نقل باید کنم. با فکرم 3-4 ماه پیش وقتی که من به اینجا نو رسیدم، من در آشخانه سفارت امریکا نشستم و با همکارم گپ می زدم. با فکرم اگر خطا نکنم من آش پلو در آن وقت می خورم و آنها ما درباره مسئله غذاهای تاجیکان گپ می زدیم. و با من گفتن که قروتاب یک غذا خیلی بولذت و در آن وقت افسوس من در تاجیکستان این غذا را نچشیده بودم. برای همین ما درباره گپ می زدیم که شاید من باید یک نوار برای همان سازم و برای مردم تاجیکستان این خیلی جالب می بود و این را کردیم. و من از موی سفید پرسیدم در کجا که کتابخانه بهترین در دوشنبه جایگیر است و از آن من چشیدم و بعد از آن با فکرم با 3-4-5 کتابخانه گوناگون رفتم. صحبت خورشید همدم با دیپلمات آمریکایی در رابطه با فرهنگ تاجیکستان بود. شما این صحبت را در شکل کامل میتوانید در سامانه azadi.tj پیدا کنید. و در ادامه موضوع آمریکا، آخر هفته گذشته مقامات ایالت فلوریدا آمریکا در شهر جکسونویل نشست مطبوعاتی دایر نموده خبر دادند که گلوریا ویلیامز نامزنی 51 ساله ساکن ایالت کارولینای جنوبی را با اتهام آدمربایی بازداشت نمودند. با عقیده مقامات او 18 سال پیش طفلی را در روز تولد از مادر جدا کرد. در این باره همکارمان ساجده میرزا تفصیلات دارد. پدری بیولوژی طفلی که سال 1998 در ایالت فلوریدا ربوده شد، روز یکشنبه در شهر واتربورو ایالت کارولینای جنوبی برای اولین بار با دخترش دیدار و گفتگو داشت. برای هر کسی که امید را از دست داده است گفتنیم که امیدتان را زنده نگه دارید. دعا کنید، مبارزه ورید. این حال به سر من آمد، به سر دیگران هم میتواند بیاید. تشخیص دی‌ان‌کی کامایا موبلی 18 ساله ثابت کرد که مادر بیولوژی شنارا موبلی و پدرش کریگ ایکن میباشند. مقامات ایالت فلوریدا میگویند که طول 18 سال جستجوی کامایا ادامه داشت و آنها در این مدت کمش 2500 معلومات را تفتیش کردند. در کارولین جنوبی ما زنی 18 ساله را پیدا کردیم که روز تولدش همان بود و نامش دیگر. تفتیش ثابت کرد که اسناد زنی جوان تقلبی می باشند. صحبت‌های ما با مردم محلی این عقیده را تحکیم بخشید که واقعا این زن کامایا موبلی است. کامایا را سال 1998 همگی چند ساعت بعد تولد ربودند. زن لباس طبیب در تن وارد اتاق زایشگاه شده او را با بهانه تشخیص علاوگی از نزد مادرش دور کرد و همراه با کودک بینام و نشان شد. کامایا را در سراسر امریکا جستجو کردند ولی هیچ آثاری پیدا نشد. شریف جکسونویل میگوید که کامایا به سن بلاغت رسیده است و خودش باید تصمیم بگیرد که با زنی آدمربا و والدان بیولوژیش چه مناسبتی برقرار کند. روز جمعه کامایا توسط اینترنت با نزدیکانش صحبت کرد. و مادرش گفت که ظاهراً به پدرش مانند است و باور دارد که ما والدان واقعی هستیم. صحبتش صحبت انسانی روشن فکر است و میگوید میخواهد با ما باشد. مقامات فلوریدا میگویند در ارتباط با این پرونده گلوریا ویلیامز 51 ساله در واتربورو دستگیر شده است و او را برای ادامه تفتیش و محاکمه به جکسونویل انتقال دادند. ساجده میرزا گزارش میداد. چون این فرجام خوبی زنده جدایی طولانی احتمالاً شعله امید را در دل صدها نفر در دنیا که همین گونه فرزندانشان را گم کردند دیگر باره برای پیدا کردن همدیگر بیدار کرد. از جمله در دوشنبه هم 3 سال پیش سبینه و ملیکا ارالوهای نابالغ به طور مرموز ناپدید شدند. والدان این خردسالان که تا هنوز آنها را جستجو دارند میگویند اگر 10 ساله ها هم گذرد آنها با امید هستند و انتظار دارند که روز فرزندانشان پیدا میشوند.
برنامه را ادامه میدیم. وزارت بهداشت تاجیکستان طرح قانونی را به حکومت پیشنهاد نمود که در برابر دیگر محصولات تماکو استفاده و تبلیغ قلیان در حدود کشور را محدود میکند. مقامات ساحه طب از آن نگرانند که استفاده مشترک چند نفر از یک ظرف قلیان خطر پنشوی بیماری ها را بیشتر میسازد. میرزا نبی خالقزاد با چند طرفخانه رفت که معمولا شامگاهان به مشتریان قلیان پیشنهاد میکنند. وقتی به این قهوه‌خانه آمدیم ساعت نزدیک 4 روز بود و در اتاق‌های آن الکی جوان پسران و دختران زیاد بودند. قبل از این از قلیانخانه‌های شیشه، مراکش، ازیوم دیدن نمودیم که آنها در مرکز پایتخت جایگیر هستند. جوانانی که در این قهوه‌خانه می‌نشستند وقتی دوربین نواربرداری را دیدن اصرار می‌کردند از بنا خارج شویم. ببینید حالا که ما صحبت داریم، حالی که ما در اینجا هستیم، صدای دخترها بسیار به گوش ما میرسد. یعنی زیاد میبینن دخترها. اینا سن چند ساله؟ سن سال چند؟ زیاده از 18 19 از 18 بالا هستند. 19 20 کلان سالها نیز میآیند. ولی بیشتر میبینن. از بیرون از جمهوری اکثر دامیان عرب ها، هندوس ها، ایرانی ها، افغان ها اکثر. با علی خان که چند سال باز با قلیان سازی مشغول است در قهوه‌خانه دبی واخوردیم. علی خان میگوید آنها 40 نوع قلیان را آماده میکنند و به نظر او قلیان نسبت سیگار ضرری کمتر داشته است. در این میشود آب دختر برای کشیدن. نیکوتین تبک میکشه این چیز. با ممکن است که شیر قطعی ممکن است نوشیدنی سپرنی. یک قلیان در دوشنبه 30 سامان تا 300 سامان برای مشتری ها در طربخانه ها پیشنهاد می گردد. بار اول است که از چلم یا که قلیان استفاده می کنم، ولی این را هم باید گویم که تا حال حاضر من سیگارت نکشیدم، ناس نکشیدم. حالا که ببینم که چه حالتی به من رخ میده. همین حالا سر من میچرخد. اگر یک کمی دیگه از جمع خیزم فکر میکنم که من میافتم. تا هنوز مقامات کشور آمار در مورد شماره چلیمخانه ها یا خود قلیان خانه ها را ندارند، ولی ذکر میکنند شماره آنها و هوادارانشان در حال افزایش است. کلمه قلیان یعنی غلیان بود، از غلیان، همون غلیان جوش میزند و فواره میزند. قلیان را برخی برای مردم تاجیکستان فرهنگ بیگانه میدانند، اما به نظر محققین دیگر قلیان در تاریخ آسیا میانه سابقه دارد. اساساً این قلیان این ابزار اشرافی است. این قلیان کشا اشرافا میکشیدن. هر گونه آدم عادی به این کار ندارن. در فرهنگ ما بود این چیز تا انقلاب بود، ولیکن انقلاب اکتبر این چیزا رو قمش قطع کرد و بست. ظرف‌های قلیان را در مغازه‌های دوشنبه پیدا کردن ممکن است. آن را بیشتر از چین و امارات دبی می‌آورند. نرخ ظرف قلیان از 200 تا 1000 سامانی ارزش دارد. یک بسته تماکی که معمولاً از خارج کشور وارد می‌شود، از روی مشاهده ما از 15 تا 100 سامانی فروخته می‌شوند. تماکی قلیان از آمیخته خشک میوه و هر گونه خوشبوی کننده‌ها عبارت است. طرح قانون جدید که برای بررسی به پارلمان از جانب وزارت تندرستی پیشنهاد شده است، استفاده قلیان را در جای‌های جمعیتی و ترغیب آن را منع می کند. این معنی آن را دارد که علی خان تأثیر آن را به درآمد خود احساس می کند و هزارها هواداران قلیان پایشان از طربخانه ها کنده می شود. کمیته ایالت‌های اضطراری تاجیکستان از یک بار سرد شدن هوا در کشور هشدار می‌دهد. این نهاد میگوید از 17 تا 25 ینور کشور را باد و هوای خطرناک فرا میگیرد. بنابراین ساکنان تا حد امکان از سفر طریق راه‌های کوهی خودداری نمایند و در کوچه و خیابان‌ها از احتیاط کار بگیرند. آب و هواشناسان کشور در این شب و روز تا 50 درجه پایین آمدن حرارت هوا را در برخی از مناطق ولایت مختار بدخشان پیشگویی می‌کنند. این سردی می‌تواند خطر کنده‌شوی خط علاقه و همچنین افزایش شماره صدمه‌های نقلیاتی را به وجود آورد. طوری از این اجسام مشاهده می‌شود و خود ساکنان ولایت مختار بدخشان هم میگویند حالا در این منطقه هوا برفی بوده، واقعا هم نسبت به چند سال پیش سردتر است. با گفته آنها فعلا در شهر خوروغ مردم با برق تامینند، ولی در دهات لیمیت برق جاری شده است. با امید گرمی و روشنایی در خانه های شما برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.